امروز پستی توی اینستاگرام دیدم و یک خانومی یک محتوایی تولید کرده بود راجع به کسی که تلفنش رو جواب میده و جواب نمیده. اونی که جواب میده آدم موفقیه، آدم پرمشغله‌ایه و احترام میذاره به روابط دوستی و اجتماعیش و میتونه حتی در عرض 5 ثانیه بگه الان من کار دارم 2 ساعت دیگه تماس میگیرم و تلفنش رو قطع کنه. اما اونی که این کار نمیکنه قطعا آدم ناموفقی، آدم علافیه، آدم بیکاریه و کسیه که به روابط اجتماعیش احترام نمیذاره. قبل از اینکه مخالفتمو بخوام با این موضوع اعلام بکنم، یه چیزی رو میخوام بگم که ما داریم توی فضای مجازی چی کار میکنیم. ما آدم‌هایی هستیم با سلایق مختلف، با تروماهای مختلف، با شرایط اجتماعی مختلف، با بیماری‌های درونی مختلف که هر کدوممون نسبت به یک اتفاق ریاکشن های متفاوتی انجام میدیم. پس اگر که ما این روانشناسی های زرد و محتواهای زرد و این که داره بهت تحمیل میکنه چطوری فکر کنی رو بذاریم کنار، ما میتونیم که 1001 دلیل برای تلفن جواب ندادن یک آدم پیدا بکنیم. اولیش میتونه اضطراب اجتماعی باشه که دچارشه. بعضی از آدما از صحبت کردن با طرف مقابلشون وحشت دارن، یعنی که نمیدونن بعد چه جوری این مکالمه رو، حتی اگه دوست صمیمیشون باشه، این مکالمه رو چجوری پیش ببرن و اصلا چی بگن و همون صحبت کردن براشون میشه یه چیز وحشتناک. اولین دلیلی که یه نفر تلفنش رو میتونه جواب نده. دومیش چیه؟ دومیش اینه که بعضی از آدما از زنگ موبایل متنفرن، به هر دلیلی خاطره بدی دارن، خبر بدی شنیدن و از زنگ موبایلش متنفر باشه، به هر دلیلی که شاید یک دوره یک داستان بد اذیت کننده و آزاردهنده براش اتفاق افتاده و این صدا شنیدن یادآور اون اتفاق میشه براش. پس در نهایت هیچ وقت تلفن این آدم روی زنگ نیست و همیشه روی سایلنته. 1001 دلیل دیگه ممکنه توی اون لحظه، توی اون شرایط حال روحیش خوب نباشه و اصلا دلش نخواد که با کسی صحبت بکنه، حتی در این حد که بعدم بهت زنگ میزنن. بیاین مردم و آدما رو درک بکنیم، آدما رو قضاوت نکنیم. با یک پست اینستاگرامی تمام آدما رو توی یک دسته قرار ندیم. آدما تو شرایط متفاوتی زندگی کردن، بزرگ شدن، مشکلات روحی دارن که ممکنه که نشونش ندن. پس قضاوت نکنیم، دوستامون رو، آدمایی که دوستشون داریم رو همون جوری که هستن دوستشون داشته باشیم. یعنی اگر که تو دوست نداره با تلفن رو جواب بده، بهش پیام بده. وقتی که اون طرف مقابل جواب تو رو نمیده، بی احترامی نکرده به روابط اجتماعیش یا روابط دوستانش، دوست نداره که صحبت کنه.